قرآن 17,000 آیه‌ای شیعه. تعداد آیات قرآن کریم 6236 آیه است. اما علمای مذهب شیعه بر این باورند که تعداد آیات قرآن کریم در اصل 17,000 آیه بوده است و بیش از 10,000 آیه از قرآن حذف شده و یا تحریف گشته است. کلینی در اصول کافی میگوید هشام ابن سالم از ابو عبدالله روایت می کند که فرموده قرآنی که جبرائیل بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد 17,000 آیه بود. نگاه اصول کافی جلد 2 صفحه 350. باقر مجلسی در شرح حدیث فوق می گوید این روایت صحیح است و شکی نیست که این روایت و روایات صحیح دیگر در موضوع کم شدن قرآن و تحریف آن صریح و آشکار است و نزد من روایات تحریف قرآن از لحاظ معنا متواتر می باشند و کنار گذاشتن همه این روایات موجب سلب اعتماد از تمام روایات می گردد. بلکه در گمان من روایات تحریف قرآن کمتر از روایات امامت نیست. پس کسانی که این روایت را انکار می کنند چگونه امامت را با روایت ثابت می کنند؟ نگاه مرآت العقول مجلسی جلد 12 صفحه 525 باب النوادر. در پایان باید گفت کاملا واضح و آشکار است که اعتقاد علمای شیعه به تحریف قرآن به هدف بی ارزش جلوه دادن قرآن کریم نزد مسلمانان صورت می گیرد تا آنان را به قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدبین گردانند و خود را نایب امامانی معرفی کنند که ادعا دارند قرآن حقیقی پیش آنان است و به این وسیله بر مردم حکومت کرده و جان و مال و ناموس آنان را به نام دین به تاراج برند. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند نور الهی را با سخنان دروغین خیش خاموش کنند، ولی الله جز این نمیخواهد که نورش را کامل نماید، هرچند برای کافران ناخوشایند باشد.